تنها زندگی کردن هم هیجان انگیزه هم یه جورایی ترسناکه. آخه تازه اون موقع است که آدم با زندگی واقعی روبرو میشن. دیگه باید ببینن به کی اعتماد کنن، به کی اعتماد نکنن. یه وقتایی این مسئله براشون طول میکشه، اینکه آدما رو بشناسن و بفهمن چه جوری باید به آدما اعتماد کنن. فیبی بیشاپ 17 ساله تازه اول این مسیر بود. یه دختر مستقل که از خانواده‌اش جدا شده بود و افتاده بود توی این مسیر که مستقل زندگی بکنه، ولی یه اتفاق تلخ همین اول راه مسیرش رو متوقف کرد. سلام، به کانال من خوش اومدید. من نازنینم. اگه تا حالا این کانال رو ندیدین باید بهتون بگم که تو این کانال با همدیگه میریم سراغ پرونده های جنایی کمتر شنیده شده و داستانشون رو با همدیگه روایت میکنیم. خوشحال میشم همراه هم باشین. اگه دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنین تا بقیه ویدیوها من براتون بیاد. خب بریم سراغ پرونده امروز. مقصد ما یه جایی به اسم گینگن توی استرالیا، یه جامعه روستایی نزدیک کوینزلنده. حدوداً 1200 نفر جمعیت داره. خیلی خیلی روستای کوچیکیه. برای کسایی که از بیرون وارد این اجتماع میشن، اونجا یه شهر قدیمی و سنتی به حساب میاد. یه جایی که داستان‌ها و افسانه‌های قدیمی مخصوص به خودشو داره. مثلا اونا یه افسانه‌ای به اسم بوش رنجرها دارن که درباره یه سری راهزن و یاغیای مسلحه که از دهه 1780 میلادی تا اواسط قرن 20 توی علفزارای استرالیا زندگی میکردن که خیلی جایگاه ویژه‌ای توی فرهنگ اون منطقه دارن. یه جورایی نماد آدمای شورشی و استقلال طلب به حساب میان. حتی اونا یه فستیوال اختصاصی مربوط به همین بوش رنجرها دارن. یه جورایی نماد شهرشون به حساب میاد. یکی از این معروف ترین بوش رنجرها رو اومده بودن دستگیر کرده بودن و از اون به بعد هر سال توی روزی که اونو دستگیر کرده بودن میومدن جشن میگرفتن. هم یه جورایی به شهر تاریخیشون احترام میذاشتن، هم یه فرصتی براشون بود که گردشگر جذب کنن. توی همین شهر کوچیک یه دختر به دنیا اومد که همون فیبی بیشاپ 17 ساله ماه، که یا فی صداش میکردن یا فیفی. خانواده‌اش خیلی مهربون بودن. مامانش کایلی و خواهرش کی که خیلی هم باهاش صمیمی بودن. ریتم زندگیش یه جورایی خاص خودش بود. نمیشد بگی همه درکش میکنن. مثلا عاشق زندگی کردن بود، موسیقی رو دوست داشت. خیلی دختر همدلی بود، با مردم خیلی ارتباط خوبی داشت. ولی مامانش همیشه میگفت که اصلا بچه رام شدنی نیستش. با توجه به رابطه خوبی که با خانواده‌اش و حتی خواهرش داشت، اصلا عادی نبود که چند ساعت ازش بیخبر بمونن و اگر این اتفاق میافتاد یعنی واقعا خطری داشت فیبی رو تهدید میکرد. توی می 2025 فیبی به یه خونه نقل مکان کرده بود که توی همون گینگین و با یه زوج که اسمشون تینا و جیمز بود هم خونه شده بود. فیبی خودش یه اتاق مستقل داشت اونجا و داشت برنامه ریزی میکرد که همون موقع ها بره پیش دوست پسرش که توی شهر دیگه زندگی میکرد، ولی هیچ وقت این سفر انجام نشد چون که فیبی یهو ناپدید شد. دوست پسرش یه مدت بود که از اون شهری که با هم زندگی میکردن توش نقل مکان کرده بودن، چون مادرش رو از دست داده بود و یه جورایی اون شهری که داشتن توش زندگی میکردن براشون یادآور مادرشون بود. به خاطر همین پدرشون اونا رو جابجا کرده بود. قرار بود فیبی و دوست پسرش بعد مدت‌ها همدیگر رو ببینن و دوباره انگار یه شروع تازه‌ای داشته باشن. البته رابطه‌شون قطع نشده بودا، ولی خب هیچ وقت این سفره انجام نشد و فیبی نتونست به این مسافرت بره. برنامه‌اش اینطوری بود که 15 می قرار بودش که با یه پرواز فیبی از اون منطقه خودشون بره سمت منطقه‌ای که دوست پسرش زندگی میکرد. فیبی کلی برنامه ریخته بود، کلی هزینه‌هاشو کم کرده بود و پس‌انداز کرده بود تا بتونه به این سفر بره. همون روز 15 می هم با دوست پسرش تماس گرفت، گفتش که داره میره سمت فرودگاه، ولی وسط این تماس یهویی قطع شد و دوست پسرش هم دیگه تلاش نکرد که باهاش تماس بگیره. گفت میرسه به فرودگاه، منم میرم دنبالش و همدیگه رو همونجا میبینیم. از اونجایی که فیبی همیشه هر کاری که میکرد به خانواده‌اش اطلاع میداد، حتی مثلا سوار هواپیما میشد میگفت من سوار شدم، چکین کردم و کارهای مختلفی که انجام میداد حتی شده با پیام بهشون اطلاع میداد. ولی وقتی این کارو نکرد و یه مدتی گذشت و هیچ خبری از فیبی نشد، خانواده‌اش هم دیگه نگرانش شد. مامانش با همخونه‌هاش تماس گرفت و
از اونا پرسید که از فیبی خبری دارید یا نه. اونا هم گفتن که اون صبح خواب مونده بود، بعد ما بردیمش به فرودگاه و از وقتی که پیادهش کردیم و همون بیرون فرودگاه دیدیمش دیگه ازش خبری نداریم. خب خیلی طبیعی بود که نگرانش بشن دیگه، ولی تصمیم گرفتن که اگر فیبی نرسید خونه دوست پسرش و خبری ازش نشد بعد برن سراغ پلیس. یکم دیگه میخواستن صبر کنن، ولی تا روز بعدش هیچ خبری از فیبی نشد. مامانش رفت اداره پلیس و گزارش گم شدن اونو داد. پلیسا هم هشدار عمومی دادن. توی اعلامیه نوشته بودن که فیبی حدوداً 180 سانت قدشه، پوستش روشنه، موهای بلند بلوند تیره داره که یکم به رنگ قرمز در اومده، چشماش هم سبزه. کایلی مامانش هم همون موقع شروع کرد به تهیه و پخش پوسترهای مفقودی. سراسر شهرشون اینا رو میزد به امید اینکه شاید یه نفر اونو دیده باشه یا یه اطلاعاتی درباره اون داشته باشه. همچنین توی فیسبوک حسابش رو عمومی کرد و شروع کرد به پست گذاشتن و خبر ناپدید شدن دخترش رو داد. در واقع اولین پستی که توی فیسبوک گذاشت همون روز ناپدید شدن بود، یعنی قبل از اینکه گزارش مفقودیشو به پلیس بده. توی اونم گفته بود اگر کسی فیبیو دیده به یکی از ماها خبر بده. پلیسا با همخونه‌هاش صحبت کردن. اونا هم بهش گفتن که فیبی آخرین بار یه تاپ سبز با یه شلوار گرمکن توسی و یه چمدون مشکی داشته. از اونجایی که اطلاعات ظاهری فیبیو داشتن و میدونستن تقریبا کجا ناپدید شده، پلیسا این اطلاعات رو در اختیار مردم قرار دادن و ازشون خواستن اگر فیبیو دیدین سریع به ما اطلاع بدید. پلیسا به همه آدمای اون اطراف سپردن که دوربیناشون رو چک کنن تا اگر این دختر رو تو دوربینا دیدن متوجه بشن که آخرین بار کجا دیده شده و بتونن یه سرنخی ازش پیدا کنن. همچنین گفتن که ماشین تینا یه هیوندای iX35 خاکستریه و آخرین بار فیبی توی این ماشین بوده. یادمون نره دیگه فیبی فقط 17 سالش بود. برای همینم مردم شروع کردن به پرسیدن این سوال که خب برای چی اصلا فیبی تنها زندگی میکرده و با خانواده‌اش نبوده. یه جورایی اومدن شایعه در بیارن که احتمالاً با مامانش مشکل داشته که از خونشون زده بوده بیرون. توی فضای مجازی یه عالمه آدم اومدن راجع به این گم شدن و اینا صحبت کردن و رفتن سراغ حساب کاربریای خود فیبی و همه حسابش رو زیر و رو کردن تا ببینن که چه مشکلی داشته، اصلا چرا تنها زندگی میکرده. یه کمی راجع به شخصیتش کنکاش کردن. دقت کردین وقتی همچین اتفاقایی میفته 1001 نظر پیش میاد. وقتی تو فضای مجازی اینجور چیزا پخش میشه یه سریا میگن خب خودش چرا رفته، اصلا شاید مشکل از خودش بوده، شاید فرار کرده. مردم یک عالمه نظر میدن فارغ از این که اصلا بدونن اون دختر گم شده و باید دنبالش باشن پیداش کنن، میان یه عالمه عیب و ایراد بهش میچسبن. دقیقاً برای فیبی داشت این اتفاق میافتاد. انگار آدمای فضای مجازی میخواستن دنبال چیزهای دیگه ای باشن. توی صفحه تیک تاک فیبی یه پست پیدا کرده بودن که انگار فیبی داشت با نسخه کوچیک‌تر خودش صحبت میکرد. من براتون این پست رو میخونم، دقیقاً ترجمه شدهش رو میخونم و بهتون نشون میدم پستشو. توی این پست نوشته بود که امروز با نسخه کوچیکتر خودم برای قهوه ملاقات کردم. اون لباسای گشاد پسرونه پوشیده بود، موهاش باز بود و پر از پیرسینگ بود. منم یه لباس دخترونه پوشیده بودم، یه شلوار بلند و یه بلیزی که خیلی کوتاه نبود. موهام پشت سرم جمع کرده بودم و فقط یه پیرسینگ داشتم. اون بعد از اینکه به همه آدمای کافه نگاه کرد، نشست و یه آیس کافی سفارش داد. منم وارد شدم، با لبخند به همه سلام کردم و اونا هم با احترام بهم جواب دادن. اون حرف نمیزد، سختش بود مستقیم به چشام نگاه کنه. جوابای کوتاه میداد. پرسیدم حالت خوبه؟ اون جواب داد مثلا تو اهمیت میدی؟ گفتم من خود تو هستم. اون وایساد و زل زد، بعد یهو زد زیر گریه و چشماش یک عالمه سوال داشت. بهش گفتم اشکال نداره سوال بپرسی. اونم لبخند زد و پرسید که من و مامان با هم کنار میایم، بالاخره باعث افتخارش میشم. بهش گفتم اون هیچ وقت به تو افتخار نمیکنه، ما نه میبینیمش نه باهاش حرف میزنیم، اینطوری خیلی بهتره. اونم خیلی شوکه شد چون هیچ وقت فکر نمی‌کرد از اون رابطه دست بکشه. بعد ازم پرسید که هنوز تو همون خونه زندگی میکنیم. بهش گفتم سال‌هاست که رفت و آمد داریم، این بار دیگه بر نمیگردیم. با عصبانیت گفت ما هنوز بچه‌ایم. بهش نگاه کردم گفتم عزیزم امسال 18 سالمون میشه، همشون رفتن، هر کدوم زندگی خودشونو دارن. گفت که چیکار کنیم، چطور زمانو متوقف کنیم؟
با لبخند بهش جواب دادم که نمیتونیم زمانو متوقف کنیم. خیلی نگران بود، برای همین بغلش کردم و گریه کرد. یه جورایی توی این متن میشد شخصیت فیبی رو بفهمیم. انگار یه کشمکش درونی با خانواده‌اش داشت. انگار مثلا خودش خیلی دوستشون داشت ولی حس میکرد که باید جدا از اونا زندگی کنه، زندگی خودش رو تشکیل بده تا اصلا با مشکلاتی که با اونا دست و پنجه نرم میکرده درگیر نباشه. 2 روز قبل ناپدید شدنش هم یه پست قدیمی رو دوباره منتشر کرده بود که توی اون نوشته بود اگر من مردم به پدرم بگین تابوتمو بیاره پایین تا یه بار دیگه منو ناامید کنه. با همین پستا یه جورایی میشد فهمید که تو خونه‌شون یه سری مشکلات وجود داشته که فیبی دیگه نمیخواسته اونجا زندگی کنه. از طرف دیگه فهمیدن که همخونه‌های فیبی اختلاف سنیشون باهاش خیلی زیاد بوده. تینا 33 سالش بود، جیمز هم 34 سالش بود و همین هم شدش که مردم شروع کردن به گذاشتن یه سری کامنت های اتهامی و گفتن که چرا باید این دختر با اونا زندگی کنه، چرا پیش خانواده‌اش نباشه، دوست پسرش رو اون سر دنیا بوده، اصلا این چه وضع زندگیه. خیلی براشون نگران کننده بود، شک داشتن اصلا به این نوع زندگی کردنش. داشتن به خانواده‌اش اتهام میزدن که چرا نباید مسئولیتش رو به عهده میگرفتن، اگر اتفاقی برای این دختر افتاده باشه قطعا خانواده‌شن که مسئولن. بعد شروع کردن به کنکاش توی زندگیشون، اینکه اصلا اون همخونه‌هاش کی بودن، خانواده‌اش کی بودن، رفتن زیر و بم زندگیشو در آوردن. درباره جیمز فهمیدن که اون 6 ماه پیش طلاق گرفته، از یه شهر دیگه اومده گینگن تا با تینا زندگی کنه. تینا هم یه مادر مجرد بود که 2 تا بچه داشت ولی معلوم نبود اصلا بچه‌هاش کجان، چون ظاهراً اون موقع اصلا باهاش زندگی نمی‌کردن. حتی مردم اومدن خونه‌ای که فیبی با اینا مشترکاً توش زندگی می‌کردن و پیدا کردن. ظاهر خونه خیلی خوب بود. بیرون اون خونه یه اتوبوس قدیمی و خراب بود که روی شیشه‌هاش با رنگ سفید اسپری شده بود و انگار یه نفر روی همون رنگ انگوش کشیده بود و روش نوشته بود لدی درایو. انگار جیمز وقتی تازه به این شهر نقل مکان کرده بوده توی همون اتوبوس زندگی میکرده، ولی بعد از اینکه با تینا زندگی کرده اتوبوس همون بیرون رهاش کرده. هم اون اتوبوس هم یه قایق 15 فوتی اونجا بود. مردم که بیشتر کنجکاوی کردن یک عالم آشغال و نمیدونم وسایل قدیمی و یخچال مثلا خراب شده و اینا بیرون اون خونه دیدن. انگار آشغالدونی بود، وضعیت اصلا جالب نبود. ولی چیزی که درباره این ملک عجیب بود یه بوی تعفن بود، یه بویی که همسایه‌ها میگفتن اصلا یه چیز جدیدی نیست، چند ماه این بوی تعفن داره از این خونه میاد. همینم باعث شد که این کاربرای اینترنتی که داشتن این چیزا رو کنکاش میکردن دربارش صداشون در بیاد، بگن اصلا این فیبی اینجا چیکار میکرده، چرا اینجا باید زندگی میکرده. بیرون خونه وقتی انقدر به هم ریخته و در به داغون بود، اونا احتمال میدادن که توی خونه خیلی وضعیت افتضاح تر باشه. ولی خب از اول این خونه این شکلی نبوده. یه زمانی این خونه خیلی قشنگ بوده. یه ساختمون 3 خوابه بود که یه حموم مشترک داشت کلا. ایوونش هم دور تا دور خونه رو گرفته بود و توی یه باغ بزرگ و قشنگ بود. قبل‌تر متعلق به یه زوج جوون بود که سال 2018 اونجا رو خریده بودن و بازسازی کرده بودن. توی همون خونه هم صاحب بچه شده بودن و بعدش ملک و اجاره داده بودن. از عکسایی که موجوده قشنگ مشخصه که توی خونه خیلی زمانی خوشگل بوده، پر از جزئیات و جذابیت بوده. حیاتش هم خب خیلی بزرگ بوده دیگه، یک عالمه جذابیت توش وجود داشته. تینا فقط 6 ماه قبل از ناپدید شدن فیبی اونجا رو اجاره کرده بود و این به هم ریختگی بیرونش و این افتضاحی که به بار اومده بود فقط توی این 6 ماه به وجود اومده بود. یکی از دوستای فیبی توی فضای مجازی یه پست گذاشته بود و گفته بود که فیبی بهش گفته که توی خونه افتضاح زندگی میکنم، همین که میخوام برم پیش دوست پسرم و یه مدت از این خونه دور باشم خیلی خوشحالم میکنه. انقدر تمرکزشون رو گذاشته بودن رو فضای بیرون خونه که همه کاربرا میگفتن چرا اصلا با خانواده فیبی بهش اجازه بدن اونجا زندگی کنه. همه انگشتای اتهام سمت مادر فیبی بود. عمه فیبی اومد یه سری پیام از فیبی در اختیار رسانه گذاشت که گفته بود که اصلا تو شرایط خوبی زندگی نمی‌کنم. عمه‌ش هم گفته بود خب برو پیش پدرت. انگار پدر مادرش از هم جدا شده بودن. بعد فیبی گفته بود که نه میخوام برم پیش دوست پسرم، یه مدت میرم اونجا باز اوضاع بهتر میشه. به عمش گفته بود من الان از این خونه میرم پیش دوست پسرم و احتمالاً دیگه اصلا بر نمیگردم و اون خونه رو یه جهنم واقعی توصیف
کرده بود، یعنی همون خونه تینا و جیمزو. شاید باورتون نشه، هم خونه فیبی بازجویی شده بودن ولی آزاد شده بودن، چون که خیلی خوب داشتن با پلیس همکاری میکردن. حتی این وسط جیمز اومد یه پست توی فیسبوکش گذاشت، گفت به هر کسی که یه اطلاعاتی از فیبی بده قایقمو هدیه میدم. شاید ارزش زیادی نداشته باشه ولی این هدیه‌ای که من میتونم بدم بهشون. حتی مستقیم برای فیبی نوشته بود که اگه این پیامو میبینی فقط با یکی از ماها تماس بگی، بذار بدونیم حالت خوبه. یه جوری این پستو گذاشته بود که محتواش یه طوری بود که میگفت طول سگامون، یعنی بچهای سگشون خیلی دلتنگشن و منتظرتن که برگردی. یکی از همسایه‌های اونا گفته بود که مدام صدای زوزه سگ خونشون میاد، یا مهمونیه تو خونشون یا داره صدای زوزه سگ میاد. حتی برادر تینا هم از وضعیت اون خونه ابراز نگرانی میکرد. یکی از همسایه‌هاشون که قبلا با جیمز دوست بوده میگفت من به خاطر رفتار اینا با سگاشون باشون قطع ارتباط کردم. پلیسا رفتن به اون خونه و تصور کنین که جنازه سگا رو زمین افتاده بود، توی حیاط اون خونه افتاده بود و دقیقاً همون طوری که مردم میگفتن یه بوی واقعاً متعفنی از اونجا میومد. اونا 4 سگ مرده پیدا کردن، انگار سگا رو ول کرده بودن همونجا تا بمیرن. و شما تصور کنین آدمی که با حیوونا بتونه همچین رفتاری بکنه ازش برمیاد که با آدمی زادم این کارو بکنه دیگه. سگا رو اصلا دفن نکرده بودن، همون جوری مرده بودن، انگار از سوء تغذیه مرده بودن. برای همینم تصمیم گرفتن که مجوز ورود بگیرن و داخل خونه رو ببینن. وقتی در ورودی رو باز کردن صحنه واقعا تکون دهنده بود. اونا 13 حیوان دیگه تو خونه پیدا کردن. عملا یه خونه وحشت بود. هیچ شباهتی به عکسایی که از زمان اجاره دادن گذاشته بودن نداشت. انگار خونه یه طوفان زباله عبور کرده بود. جای جای خونه پر از مواد فاسد بود. غذاهای کپک زده نیمه خورده، مدفوع سگ، مبلای شکسته، ته سیگار، تیغای زنگ زده، اصلا هر چیز آلوده و چندشی که بگی وجب به وجب این خونه بود. صاحب خونه‌شون، یعنی اونی که ازش خونه رو اجاره کرده بودن، مجبور شد که در رو برای پلیس باز کنه. وقتی واردش شدن همشون میگفتن فضا سنگینه، انگار طعم فساد داری حس میکنی. تو هر لحظه‌ای که راه میرفتن توی خونه مزه حس میکردن، اینقدر وضعیت خونه افتضاح بوده. بعد تصور کنید فیبی تو همچین وضعیتی داشته زندگی میکرده و بدتر از همه این بودش که وضعیت خود خونه هم اصلا خوب نبود. درا شکسته شده بود، دیوارا مشت خورده بود، اصلا شرایط خیلی بد بود. ولی خب اتاق فیبی به شدت جاهای دیگه اوضاعش بد نبود و در اتاق فیبی یه طوری شکسته شده بود که انگار قفل بوده، یکی مجبوری بازش کرده. این موضوع هم یکم پلیسا رو نگران کرد، انگار فیبی اونجا حبس شده باشه، یکی به اجبار در رو باز کرده باشه و بعد از این که حالا فیبی نبوده انگار اتاقو به هم ریخته بودن. روی دیوار اتاق فیبی یه تابلو بود که روش نوشته بود وقتی دنیا رو نجات دادم برمیگردم. این دختر واقعا انگیزه زندگی داشت. حالا جلوتر میفهمیم که چه اتفاقی افتاده. پلیسا شروع کردن به گشتن کل خونه و انگشت نگاری کردن. حالا به نظر شما تینا و جیمز اصلا ربطی به این ماجرا داشتن؟ یعنی همچین خونه‌ای میتونه دلیل محکمی باشه که اونا دلیل ناپدید شدن این دختر باشن؟ همونطور که گفتیم جیمز و تینا کاملا داشتن همکاری میکردن و حتی یه دسته پوستر مفقودی هم روی پرینتر خونهشون پیدا شده بود. ولی خب بعد از بازجویی آزاد میشدن. توی همین روند تحقیقات بودن که یکی از دوستای فیبی اومد جلو و صحبت کرد. اون گفتش که چند ماه پیش رابطه‌شو با اونا قطع کرده، چون یه روز تو ماشین تینا بوده، یهویی دیده که تینا از زیر صندلی یه شاتگان در آورده و شروع کرده به خندیدن. وقتی که دوست فیبی شوکه شده بود، تینا بهش گفته بود نگران نباش عزیزم، برای دفاع شخصیه. این یه جورایی یه خط قرمز واسه پلیسا بود. اونا شروع کردن به چک کردن دوربینا تا ببینن ماشین تینا اون روز صبح کجا رفته بوده. فهمیدن که ساعت 10:30 صبح ماشینش از خونه حرکت کرده، مستقیم نرفته سمت فرودگاه، از یه جاده فرعی رفته. توی دوربینای مداربسته نشون میداد که بعد از پیاده کردن فیبی
2 ساعت زمان این وسط بوده که مستقیم از فرودگاه تا خونه هم نیومده بودن. از یه جاده فرعی عبور کرده بودن. کسی نمیدونست اون ماشین 2 ساعت کجا بوده، ولی همین موقع ها مردم داشتن جیمز رو به خاطر وضعیت سگا شماتت میکردن. ولی خب جیمز میگفتش که اون سگا وقتی به دنیا اومدن مرده بودن، ما هم همینجوری گذاشته بودیمشون بیرون، که خب اصلا قانع کننده نیست. ما میدونیم که اگر یه سگ بچه دار بشه یا بچه‌های سالمش رو نگه می‌داره، بچه‌های درست و حسابیش رو نگه می‌داره، بچه‌های ضعیف رو می‌خوره اصلا خودش. همچین چیزی غیر قابل قبوله. یعنی یک بارم که زایمان سگو دیده باشی اصلا چنین چیزی رو نمی‌پذیری. وقتی ماشین تینا رو شروع به بازرسی کردن، یه شاتگان، فشنگ و 2 تا اسلحه دیگه پیدا کردن. برای همینم تینا رو بازداشت کردن، ولی نه به خاطر ناپدید شدن فیبی، به خاطر اتهامات مربوط به سلاح غیرقانونی. جیمز هم اومد تو دادگاه و برای حمایت تینا حاضر شد. تینا انگار که یه سابقه ای هم داشت. 2 بار با وثیقه آزاد شده بود. مردم واقعا سوال داشتن چرا اون این همه اسلحه داشت؟ چرا اصلا آزاد شده بود؟ ولی خب آزادش کردن دوباره، فقط دیگه اجازه نداشت برگرده توی اون خونه. توی همین موقع ها سگ رادیو به همراه پلیسا رفتش تو اون منطقه‌ای که یه جاده فرعی گفتیم بود. رفتم توی اون منطقه تا فیبی رو پیدا کنم، ولی هیچ اثری از فیبی نبود. ماشین و اون خونه هم تحت نظر پلیس بود و اینا نمیتونستن ازش استفاده کنن. هیچ اثری از فیبی نبود. نه کارتای بانکیش تراکنش داشت، نه گوشیشو میتونستن ردیابی کنن چون خاموش شده بود و بعد از اینکه با دوست پسرش صحبت کرده بود دیگه روشن نشده بود. اصلا هیچ اثری از فیبی نبود. هر دقیقه داشتن بیشتر ناامید میشدن. دوست پسرش خیلی عذاب وجدان داشت. همش پست میذاشت میگفتش که من خیلی ناراحتم، عذاب وجدان دارم، اگه کنارش بودم ممکن بود که الان پیشم باشه. و مردم دوباره شروع کردن بهش میگفتن که چی کار کردی؟ یعنی تو کاری کردی که باعث شدی فیبی الان نباشه؟ چرا یه نفر میگه من خودم رو مقصر میدونم؟ همش داشتن از این حرفا راجبش میزدن. ولی آخرش معلوم شدش که اون واقعا حس گناه داشته، فقط دلش می‌خواسته فیبی سالم برگرده پیشش. تمام این مدت مامانش هم توی فیسبوک هی پست می‌ذاشته، مثلا می‌نوشته روز 4 ناپدید شدن، روز 5 ناپدید شدن. چند روز بعد دیگه تحقیقاتشون گسترده‌تر شد، حتی به پارک ملی هم رسیدن. داشتن داخل پارک ملی رو جستجو می‌کردن تا یه اثری از فیبی پیدا کنن. پلیسا میگفتن که آدم‌ها همینجوری ناپدید نمیشن. اگر شما چیزی از جزئیات میدونین، اگه شما میدونین فیبی کجاست یا حتی نظری دربارش دارین، سریع به ما اطلاع بدید. انگار یه جورایی میگفتن که اگه شما مسئول ناپدید شدنش هستین، تا دیر نشده بیاین به ما خبر بدید. یه عالمه نیرو اعزام کرده بودن سمت پارک ملی که یه منطقه خاصی رو بگردن، ولی هیچ جا جزئیاتش رو منتشر نکرده بودن که چرا اصلا رفتن اون سمتی. ولی بعدتر پلیس گفتش که به خاطر سیگنالای موبایل ما اونجا رو انتخاب کردیم که بگردیم. خیلی هم دقیق داشتن میگشتن. چند روز بعدم چند تا وسیله مشکوک پیدا کردن، ولی نگفتن که متعلق به فیبی هست یا نه. فقط گفتن که هنوز هیچ مظنونی نداریم. میدونین پرونده‌های استرالیایی خیلی حرص دارن. از روندش گرفته تا اون نهایی شدنش و اون حکمی که میدن همیشه برای من حرص ضرر بودن. یعنی به اون اندازه‌ای که باید درست نه میگردن، نه اطلاع رسانی میکنن، نه حکم نهایی خوبی میدن. فقط دیگه همش مردم میگفتن که اگه آخرین باری که فیبی دیده شده تو فرودگاه بوده، چرا پلیسا دارن یکم دورتر از فرودگاه میگردن؟ ولی خب هیچ کس خبری نداشت، به هیچ کسی چیزی نمیگفتن. چند روز بعد توضیح دادن که داده‌های موبایل نشون میدادن که این منطقه مهمیه. یعنی یا گوشی فیبی یا گوشی یه فردی مرتبط با اون تو همون حوالی بوده. وسایلی که پیدا کرده بودن شبیه چوبای شکسته بودن. 2 تا مدرک کاغذی هم توی همون پارک پیدا شده بود. همین موقع ها دوستای بیشتری از جیمز و تینا اومدن جلو و یه سری چیزا گفتن. یکی از این دوستا یه چت نشون پلیس داد که بیشتر به این زوج مشکوک شدن. این چت مربوط به یه روز بعد از ناپدید شدن فیبی بود. توی این چت درباره فیبی صحبت کرده بودن. حتی جیمز گفته بود که من اعلامیه پخش کردم دنبالشیم، هنوز خبری ازش نداریم. بعد گفته بود من یکی از آخرین آدماییم که فیبیو زنده دیدم.
پلیس عملا ازم پرسید که آیا من کارشو تموم کردم و بهش آسیب زدن. منم گفتم یه لحظه تصور کنین، پلیس حتی مظنون اعلام نکرده بود، اصلا نگفته بود مظنون اصلی داریم. بعد یه روز بعد از ناپدید شدن فیبی همچین چیزی منتشر شده بود، یعنی همچین چتی رد و بدل شده بود و اون داشتش میگفتش که من آخرین کسایی بودم که دیدم اونو. تصور کنید خب مشکوکه دیگه، مشکوکه وقتی که پلیس حتی این حرفو بهشون نزده بوده، نگفته بوده که تو مظنون مایی، اون میگفتش که من آخرین نفرایی بودم که فیبیو زنده دیدم. اصلا چرا باید همچی حرف میزد؟ چرا باید میگفت آخرین کسی بودم که زنده دیدمش؟ وقتی این چت ها منتشر شد، اینترنت واقعا منفجر شده بود. همه میگفتن خیلی مشکوکه، حتما یه چیزی میدونه، یا خودش یه کاری کرده یا تینا. همینم باعث شد که مردم خیلی بیشتر راجع به این زوج کنکاش کنن و یه چیزای مهمی پیدا کنن. یه نفر یه مستند قدیمی پیدا کرده بود که جیمز توش حضور داشت. یه مستند درباره انواع سلاح‌ها، از جمله چاقو و اینجور چیزا، با یه چیزی که شبیه خون رو سینی پخش شده بود. این مستند تو سال 2017 منتشر شده بود. حدوداً هم 10 دقیقه بود. یه جورای محتوای این مستند نگران کننده بود. ولی بعداً جیمز گفته بود که اینا همه خون مصنوعیه و واقعی نیست، فقط برای اینکه این مستند ساخته بشه اینا رو کنار هم گذاشتیم تا بتونیم توی یه مسابقه شرکت کنیم، که حتی جیمز توی اون مسابقه برنده هم شده بود. مسابقه هم درباره یه فستیوال خودرو بود و اون هم خودروشو با استخون و خون و اینجور چیزا، یعنی یه کامیون داشت که با اینجور چیزا تزیینش کرده بود و وارد این فستیوال کرده بود. ولی یه نکته مهم، کاربرا که بیشتر کنکاش میکردن حساب تیندر جیمز رو پیدا کردن. انگار که خیلیا به تینا هشدار داده بودن که جیمز داره بهش خیانت میکنه. برای اثبات این موضوع هم اومدن این حساب کاربری رو منتشر کردن و واقعا یه سری زن جلو اومدن و با مدرک گفتن که آره اون با ما در ارتباط بوده. وقتی حساب تیندر رو پیدا کردن متوجه شدن که اون از طریق اون حساب تیندر با زنای مختلفی در ارتباط بوده و فهمیدن که حتی تینا هم متوجه این موضوع شده بوده. کاربرا میگفتن که احتمال داشته این دو نفر توی خونه داشتن با هم دیگه دعوا میکردن، فیبی هم وسط دعواشون بوده، یه بلای سر فیبی اومده. حتی کاربرا تونستن یه عکسی پیدا کنن که مادر فیبی یعنی کایلی توی عروسی تینا با همسر سابقش که سال 2016 بوده کنارشون وایساده بوده. هر دقیقه داشت بیشتر و بیشتر چیزای عجیب غریب و مختلفی رو میشد. مردم میگفتن خب اگه اینا همدیگر رو میشناختن چرا کایلی اصلا چیزی در مورد این ماجرا نگفته بود؟ چرا نگفته بود تینا رو از قبل میشناخته؟ و متوجه شدن که انگار تینا برای شرکت مادر فیبی یعنی همون کایلی کار میکرده و اینا یه آشنایی قدیمی داشتن و همین شده که اصلا فیبی اومده تو اون خونه زندگی کرده. تو اون زمان تینا رو پلیسا تو شهر اسکورت میکردن. به خاطر پرونده‌ای که داشت اصلا اجازه نمیدادن تنهایی جایی حضور داشته باشه. هر جایی که میرفت دنبالش بودن. توی فضای مجازی مردم داشتن مامان فیبی رو متهم میکردن که یه مادر بد بوده و خب اونم تحت فشار بود و تحت شکنجه بود. همش میگفتش که من نمیدونم چجوری جواب پسرمو بدم وقتی ازم میپرسه چرا فیبی جواب تلفنمو نمیده. به هر حال اونم مادر بود دیگه. حتی یه ویدیو دلخراش منتشر کرد که توی اون بدترین اتفاقم در نظر گرفت. برگشت گفت من فقط میخوام بدونم فیبی کجاست. ممکنه حتی هیچ وقت به خونه برنگرده. من میخوام پیداش کنم فقط. حتی احتمال اینو میداد که فیبی مرده باشه. جامعه محلی خیلی داشتن همدلانه رفتار میکردن. یک عالمه تماس با پلیس گرفته بودن، یه عالمه سرنخ میدادن تا اینکه یه ویدیو بعد از مرگ فیبی از جیمز پیدا کردن که توی ماشین نشسته بود، چهرهش رو تغییر داده بود یه جوری که مشخص نشه جیمزه، ولی اونا فهمیده بودن که خود جیمزه و داشت زیر لب آهنگ پرفکت اچرین رو همخونی میکرد. مردم شروع کردن تک تک این جملاتی که تو آهنگ بود و زیر ذره‌بین قرار دادن و یه جاهایی از این آهنگ بود که خیلی مردم بهش توجه میکردن و حس میکردن یه نکته‌ای توش داره. نمیدونم آهنگو گوش دادین یا نه. محتواش اینه که میگه من یه زن پیدا کردم که قوی‌تر از هر کسیه که میشناسم، رویاهامو باهاش شریک میشم، خونه‌مو باهاش شریک میشم، عشقی پیدا کردم که بیشتر این رازای منو حل میکنه
و مردم شروع کردن به پرسیدن این سوال که منظورش تینا بوده، یعنی داشت اشاره میکرد که ما یه راز مشترک با هم دیگه داریم. ولی یه نکته‌ای توی این ویدیو بود، اونم پس زمینه‌ای بود که داشتن تو ویدیو میدیدن. اون تو ماشینش بود و توی منطقه جنگلی بود و خب میدونستن که اون یعنی جیمز توی ماشینش زندگی میکنه. تو اجازه نداشت برگرده خونه و با تینا هم نباید در ارتباط میبود، چون که به خاطر اون پرونده سلاح‌ها باید از هم دور میموندن. ولی خب همچین ویدیوی لبخونی کردن خیلی چیز عجیبی تو فضای مجازی نیست. خیلی‌ها این کار میکنن. اصلا خود من یکی از آهنگای مورد علاقم همین پرفکت اچرینه. واقعا دوستش دارم از ته دل. ولی خب بابت اینکه جیمز داشت اون رو لبخونی کرد یه چیزای غیر عادی بود. به اصطلاح میگن کرینج بود. نمیدونم تا حالا شنیدین یا نه. واقعا غیر عادی بود که اون داشت همچین متنی رو بازخونی میکرد. مردم خیلی ریزبین شده بودن. انقدر با دقت بررسی میکردن که میگفتن این ماشینی که جیمز داره توش زندگی میکنه ماشین تیناه. یعنی واقعا انگار با هم دیگه داشتن تو اون ماشین زندگی میکنن و فضایی توی ماشین به شدت به هم ریخته بود. خیلی به هم ریخته بود. و یه نکته‌ای حواس مردم رو جلب کرد، اونم این بودش که آرم ماشین یه حالت خاصی بود. انگار آرم ماشین دستکاری شده بود و عدد 3 روی پلاک هم یه چیزیش غیر عادی بود. حالا من براتون میذارم شما هم ببینین منظورم چیه. آرم تویوتا یه حالت کشیدگی داره و خب ماشین تینا تویوتا نیست، هیونداه. انگار یه نفر هم آرم ماشین رو عوض کرده بود هم شماره پلاک رو تغییر داده بود. میدونستیم که ماشین تینا هیونداه و تویوتا نیست، ولی وقتی که همون فیلمی که از اون ماشین داشتن رو بزرگ کردن دیدن که انگار هم پلاک ماشین دستکاری شده هم آرم دستکاری شده. عدد روی پلاک انگار با چسب برق تغییر کرده بود و لوگوی ماشین به شکل بچگانه عوض شده بود. وقتی که زوم می‌کردی اینو متوجه می‌شدی، ولی از دور که رد می‌شد اصلا متوجه این تغییر نمی‌شدی. ماشینش توی لابراتوار جنایی بود و اونا شروع کردن به بررسی کردن و متوجه شدن که روی پلاک یه تغییراتی ایجاد شده، یه رنگایی زده شده. انگار قبل از اینکه اون تغییر اصلی رو بخوان انجام بدن سعی کرده بودن رنگش بکنن. 20 روز بعد از ناپدید شدن فیبی پلیس اعلام کردن که جستجوهای سازمان یافتمون رو متوقف کردیم و یه سری سرنخ داریم همونا رو بررسی میکنیم. یعنی اونا بیشتر تمرکزشون رو برده بودن رو ماشین و مطمئن بودن که همسایه ها و همخونه های فیبی یه نقشی توی این ماجرا دارن. از بیرون که ماجرا رو نگاه می‌کردی انگار که پلیسا بیخیال این پرونده شده بودن، ولی درون خودشون داشتن حسابی کار می‌کردن. یه روز بعد از اینکه مردم فکر می‌کردن پلیس دیگه هیچ تلاشی قرار نیست بکنه، جیمز و تینا بازداشت شدن. هر دوتاشون هم به اتهام قتل و ارتباط توی ناپدید شدن فیبی متهم شدن. مردم فقط یه واکنش داشتن، میگفتن بالاخره شد، بالاخره این اتفاق افتاد. خب مردم و فضای مجازی خیلی تو روند این پرونده نقش داشتن، خیلی کمک کرده بودن، سرنخ پیدا کرده بودن و نظراتشون رو گفته بودن و یک عالمه با پلیس همکاری کرده بودن و از اولم همشون میگفتن که حتما این همخونه ها با ناپدید شدن فیبی ربطی دارن. ولی اتهامات این دو نفر فقط قتل نبود، انگار دستکاری در جسدم بود، اونم 2 بار. چیزی که عجیب بود این بود که همون روز اولی که جیمز رو برای بازجویی بردن بدون هیچ اتهامی آزادش کردن. مردم دیگه حسابی از دست پلیس کلافه شده بودن، ولی فقط چند ساعت بعد به اتهام قتل دوباره بازداشتش کردن. توی این بازجویی‌های جدید جیمز میگفتش که فیبی اولش خیلی هیجان زده بود که داره میره دوست پسرش رو ببینه، ولی بعدش به خاطر اینکه درگیر یه سری احساسات و ناامیدی‌های نوجوانیش بود اصلا حالش خوب نبود و همه چی تو این فضایی که بودیم به هم ریخته بود. همش نگران این بود که چه وسایلی با خودش ببره، نگران این بود که دیر برسه به فرودگاه. جیمز میگفت فیبی میخواسته ساعت 5 صبح بیدار بشه. ما هم بهش گفتیم که تو میتونی هر وقت که دلت خواست بیدار بشی، ولی 40 دقیقه با فرودگاه بیشتر فاصله نداریم، ما هم همون موقعی که نزدیک رفتنت بیدار میشیم. یه سوالی که برای من پیش میاد اینه که چرا اصلا باید جیمز و تینا اونو میرسونن فرودگاه؟ برای کسی این سوال
پیش نیومده که چرا اونا بردنش فرودگاه؟ یعنی اینقدر واجب بوده که اونا برسوننش یا اصلا مسئولیتی در قبالش داشتن؟ نمیدونم. حتی بعدش جیمز میگه که همونجوری که به پلیس قبلا گفته بوده فیبی خواب میمونه، وقتی بیدار میشه دیگه واقعا همه چیز آشفته احوال بوده. میگه فیبی خیلی عصبانی بود، ما هم سعی میکردیم آرومش کنیم، حتی انقدر عصبانیتش زیاد بود که تلویزیون رو زد شکست. این روایت جیمز اصلا با تصویری که از فیبی داشتیم همخونی نداره. همه آدما هم داشتن همینو میگفتن. فیبی خیلی مهربون و آروم بوده، اصلا آدمی نبود که ازش بر بیاد تلویزیون رو بشکنه. جیمز میگفت که فیبی بعد از اینکه تلویزیون رو شکست شروع کرد داد و بیداد کردن که هیچی برای پوشیدن ندارم. بعدم اضافه کردش که چند تا شلوار گرم کنه توسی نو داشتم، بهش گفتم اینا رو بردار برای خودت بپوشش. جیمز داشت میگفتش که فیبی یه دختر مهربون و با ادب بود و مجبور بود با ما زندگی کنه چون دیگه نمیتونست با خونه برایش زندگی کنه. انگار با این حرفا میخواست به پلیسا بفهمونه که اون به اجبار پیششون بوده و از شرایط خونهشون اصلا رضایت نداشت، یعنی نمیتونسته تو خونه خودشون زندگی کنه. جیمز ادعا میکردش که توی خونه فیبینا خیلی دعوا و کشمکش زیاد بوده. تینا از قبل اونو میشناخته و خیلی دوستش داشته، به خاطر اینکه یه کمکی به فیبی کرده باشه بهش پیشنهاد میده که بیاد با اون زندگی کنه. جیمز گفته بود که تینا رانندگی میکرده، جیمز هم تو صندلی جلو بوده، فیبی هم عقب نشسته بوده. ساعت 8:30 من به دوست پسرش زنگ زده و گفته که تو راهه. دوست پسر فیبی تو بیانیه خودش به پلیس گفته بود که تماس یهویی قطع نشده بود، یعنی دقیق برای پلیسا توضیح داده بود که صدای دعوای شدید فیبی با جیمز و تینا رو شنیده بود. ولی وقتی پلیسا این موضوع مطرح کردن جیمز اونو انکار کرد. جیمز میگفت فیبی داشت شکایت میکرد که وقت کافی برای آرایش کردن نداشتم و ممکنه پروازم رو از دست بدم. میگفت ما فقط میخواستیم که اونو برسونیم فرودگاه تا استرسش رو کم کنیم. حتی تینا کیف لوازم آرایشش رو داده به فیبی، گفته میتونی از هر کدوم میخوای استفاده کنی، تو راه آرایش کنی، حتی میتونی برای خودت برشون داری. حتی میگفت نرسیده به فرودگاه حدود 30 مایل که فاصله داشتن یه جا وایسادن، با تینا از ماشین پیاده شدن تا فیبی فضای خودشو داشته باشه و بتونه آرایش کنه، آروم باشه، حتی بتونه بره دستشویی. ولی وقتی ما برگشتیم سمت ماشین نه فیبی تو ماشین بود نه ساکش تو ماشین. جیمز میگفت ما فکر کردیم که حتما بقیه مسیر رو خودش پیاده رفته تا فرودگاه دیگه، حتی رفتیم تا فرودگاه ولی خب اونجا هم پیداش نکردیم. گفت ما دیگه نرفتیم توی فرودگاه که بگردیم و برای خودمون یه دردسر درست کنیم، چون خب ما والدینش که نبودیم، مسئولیتی بابتش نداشتیم. با اینها رفتیم دور و اطراف فرودگاه، یه چند ساعتی اونجا گشتیم تا ببینیم که فیبی اونجاست یا نه. اینجا داشت تاکید میکرد که سمت اون پارک ملی هم رفتن و اونجاها رو هم گشتن، دقیقا همون مسیری که به خاطر سیگنال های موبایل و دوربین های مداربسته‌ای که وجود داشت پلیسا رفته بودن گشته بودن. بازم جیمز میگفتش که ما تا آخرین لحظه ها، یعنی تا بعد از ظهر که متوجه شدیم فیبی نرسیده پیش دوست پسرش، خبر نداشتیم که اصلا اون فرودگاه نرفته. ما فکر میکردیم فرودگاه بوده. ولی مشکل اصلی اینجاست که چرا از اول همینو نگفته بودن؟ چرا داشتن میگفتن که ما اونو جلوی فرودگاه پیادهش کردیم؟ این حرفا باعث شدش که خب مشکوک بشن به جیمز دیگه و اون موقع پرونده گم شدن بود، ناپدید شدن بود، اصلا پرونده قتل نبود. برای همین بازم جیمز رو آزاد کردن. یعنی پلیس استرالیا دیوونه میکنه آدم. خب بگیرید نگهش دارید. بالاخره 24 ساعت بعد هم تینا بازداشت شد هم جیمز بازداشت شد. این دفعه دیگه اتهامشون قتل و دستکاری تو جسد. پلیسا میگفتن که تحقیقاتشون به یه جایی رسیده که نشون میده فیبی به قتل رسیده. بعدم جسدش جابجا شده. اونا ادعا داشتن که حداقل 2 بار بعد از مرگش جسدش رو جابجا کردن. در نهایت هم پلیسا تو نشست خبری اعلام کردن که خیلی زود بقایای فیبی رو پیدا میکنن. و خب این اولین باری بود که پلیس داشتش رسمی درباره قتل صحبت میکرد. خانواده‌اش تازه اینجا با این موضوع روبرو شدن. تا این لحظه یه جورایی امید داشتن بچه‌شون برمیگرده، امید داشتن بچه‌شون زنده است، با اینکه خیلی وقت بود ازش خبری نبود، 20 و خورده روز بود که خبری نبود، ولی خب ناامید شدن. ولی وقتی این 2 نفر بازداشت شدن که هنوز جسد پیدا نشده، 1 روز بعد از این که اعلام کردن پرونده قتله و دنبال بقایای فیبی میگردن،
سگای ردیاب تونستن تو همون پارک ملی یه نقطه رو شناسایی کنن. این نشون میداد که اون نقطه علامت گذاری شده جاییه که اطرافش بقایای انسانی هست. وقتی پلیسا وارد اون ناحیه شدن متوجه شدن که بدن فیبی دقیقاً شکل سگ‌هایی که تو اون حیاط پیدا کرده بودن، بدون هیچ پوششی، بدون دفن کردن و بدون هیچ چیزی برای پنهون کردنش اونجا رها شده. این نشون میداد که جسدش خیلی سریع و بدون برنامه رها شده. چند ساعت بعد از این کشفم جیمز و تینا رو بردن که توی یه جلسه کوتاه درباره اتهام به قتلشون مقابل قاضی ظاهر بشن. اون شب پلیس کوینزلند یه بیانیه رسمی منتشر کرد و گفتش که بقایای انسانی پیدا شده و خانواده هم فوراً مطلع شدن، ولی هنوز هیچ شناسایی رسمی انجام نشده. با این حال پلیس توی تماس نزدیک با خانواده بوده و همه چیز نشون میده که احتمالاً این جسد فیبیه. از همون اول محققا این پرونده رو یه پرونده جنایی میدونستن. یه چیزایی وجود داشت که رد فلگ بود، مثل این که اصلا فیبی نرفته بود توی اون فرودگاه، بلیتشو قبلش رزرو کرده بود ولی ازش استفاده نکرده بود و هیچ خبری از فیبی نبود. تماس گرفته بود و دیگه یهو ناپدید شده بود. اینا یه رد فلگایی بودش که اونا پیدا کرده بودن و میگفتن امکان نداره که این یه پرونده جنایی و قتل نباشه. از طرف دیگه بزرگسالایی که با فیبی در ارتباط بودن واقعا غیر قابل اعتماد بودن. اصلا نمیشد بهشون اعتماد کرد. پلیسا میگفتن که این 3 نفر تا نزدیکی فرودگاه رفتن ولی هیچ کدوم از این آدما از ماشین پیاده نشدن. در واقع ادعا داشتن که فیبی توی همون ماشین کشته شده. و چرا واقعا همچین اتفاقی افتاده؟ هنوز هیچ چیزی مشخص نیست. خب خیلی مدت زمان کمیه که از این ماجرا میگذره. این اتفاق مال اردیبهشت خرداد همین امساله و خب 3 ماه انگار طول کشیده که همه چیز کنار هم قرار بگیره و بالاخره شناسایی بشن و قطعی بگن که اینا قاتل بودن و هنوز پروندهشون تو جریانه. محققا باور دارن که متهما اول جسد فیبی رو توی یه ناحیه‌ای مخفی کردن، دوباره جابجاش کردن. برای همینم بوده که پلیس توی جستجوی اولیش نتونسته جسد رو پیدا کنه. اونا قطعاً جسد رو به یه جای دیگه منتقل کرده بودن. چون معتقد بودن که مجرما داشتن لحظه به لحظه این پرونده رو دنبال می‌کردن، تو دل این ماجرا بودن و میدونستن که چجوری میتونن جسد رو جابجا کنن تا از کشفش جلوگیری بشه. حتی پلیس میگفتش که بعضی از وسایل‌ها عین مثلا چمدون و وسایل شخصی فیبی قبل از اینکه تحقیقات شروع بشه از اونجا منتقل شده بوده جای دیگه. گفتیم دیگه چون که این پرونده هنوز در جریانه، هنوز هیچ اطلاعاتی از این که چجوری فیبی کشته شده، نوع مرگ، علت مرگ و دلیلش و اینا تو دسترس نیست. در کنار شواهد اصلی که تینا و جیمز رو به این قتل ربط میده، یه سری شواهد غیر مستقیم هست، مثل این که میگفتن که تینا و جیمز قبل از اینکه این اتفاق بیفته چند روز قبل از همدیگه جدا شده بودن، ولی خب پلیسا اینو تایید نکردن. نمیتونستن مطمئن بشن که اونا درگیری و تنش داشتن. از طرف دیگه یه سری دوربین نشون میداده که ساعت 10:30 از حوالی فرودگاه ماشین جیمز و تینا بدون فیبی داشته رد می شده. این یعنی این که دیگه همون نزدیکی‌های فرودگاه این اتفاق واسه فیبی افتاده بوده. چند تا شاهدم جلو اومدن و یه گزارش دادن که تایید نشده. گفتن یه مرد و یه دختر جوون رو دیدن که اون روز صبح نزدیک یه خودرو در حال دعوا بودن و اینکه یه چمدون تو جریان این دعوا از ماشین به بیرون پرت شده. پلیس بارها تاکید کرده بود که جیمز و تینا در حال حاضر تنها مظنونای این پرونده‌اند. برای فیبی یه مراسم شمع‌افروزی گرفتن که توی اون مادر فیبی داشتش از مردم خواهش میکرد که دلشون برای تینا بسوزه. نمیدونم برایش یه جورایی انگار ناراحتم بوده که اون مادر 2 تا بچه‌س و از اینکه مورد ظلم قرار بگیره یا حقش نباشه که متهم بشه میترسید. انگار میترسید که باعث بشه مثلا اون بچه‌ها یا بی مادر بشن یا از مادرشون دور باشن، با اینکه اصلا نزدیکشون نبوده. و چون که خودش مورد هجمه مردم قرار گرفته بود و یک عالمه بهش تو فضای مجازی توپیده بودن و
ازش ایراد گرفته بودن میخواستش که این رفتار رو با تینا نکنن. اگه هنوز براتون سواله که چه اتفاقی برای فیبی افتاده، ما خب مطمئن که نیستیم، ولی یه سری حدسیات وجود داره. بعضیا فکر میکنن فیبی وسط یه دعوای شدید گرفتار شده یا هدف خشم بیجا و کورکورانه کسی قرار گرفته، یا اینکه یه چیزی دیده که نباید میدیده. یه شایعاتی هست مثل اینکه یه سری مواد دیده باشه یا یه چیزای مشکوکی توی اون خونه بوده، یا مثلا یه چیزایی درباره مرگ اون سگا میدونسته. و یه سری هم معتقدن که توی اون خونه مواد وجود داشته، سگا با خوردن اون مواد بوده که مردن. ولی خب اینم نظریه است. فقط چیزی که ما روش مطمئنیم اینه که جیمز و تینا توی کشته شدن فیبی دست داشتن و میدونیم که پلیس معتقده که این 2 نفر با همدستی همدیگه این بلا رو سرش آوردن و یکیشون متهم نیست، هر دوتاشون رو متهم کردن. ولی ما خودمون اگه با توجه به شرایط خونه بخوایم یه حدسی بزنیم، میتونیم از آشفتگی شدید، نگهداری نامناسب حیوونا، وجود سلاح، درگیری‌های مداوم، وضعیت به هم ریخته خونه متوجه بشیم که یه سری مشکلات روحی، اختلالات و اعتیاد و بی‌ثباتی وجود داشته، چون که بدون اینا امکان نداره که شرایط اینقدر نابسامان باشه. این سطح فروپاشیدگی معمولاً از مصرف طولانی مدت، اختلالات روانی و خشونت خانگی و بی‌مسئولیتی و ترکیب همه اینا میاد. تحت چنین شرایطی یه سناریوی احتمالی وجود داره، اینکه جیمز و تینا تحت تاثیر مواد بوده باشن و بین فیبی و اونا یه مشاجره صورت گرفته باشه. توی این مشاجره کنترلشون رو از دست داده باشن، فیبی خفه شده باشه و اونا ترسیده باشن و جسد رو پنهون کرده باشن. بعدم برای اینکه از شناسایی شدن جلوگیری بشه، اون کارا رو روی پلاک ماشین انجام دادن و تغییرش دادن. این پرونده واقعا ناراحت کننده بود، به خاطر اینکه یه دختر نوجوان توی شرایطی که واقعا بی‌دفاع بوده توی خونه نابسامان گیر افتاده بود. خونه پر از آشفتگی، جسد سگا، اسلحه، دعواهای همیشگی اون آدم. وضعیت خونه اصلا درست نبوده. اون به هم ریختگی‌ها و شرایطی که داشته توش زندگی می‌کرده. بعیدم نیستش که واقعا فیبی شاهد یه چیزی بوده باشه که اونا رو تهدید کرده باشه افشاش میکنه یا چیزی شبیه همین موضوع. فقط اینو میدونیم که یه دختر خیلی جوون، یه دختری که تازه امسال 17 سالش شده بود، حتی سن قانونی هم نرسیده بود، آرزو داشت که به سن قانونی برسه و زندگی مستقلش رو داشته باشه. واقعا یه دختر جوون جونش رو از دست داد و هنوز که هنوزه دلیلش مشخص نیست. مهم اینه که این دختر دیگه قادر به زندگی کردن نیست. آدم قصه میخوره دیگه، یه دختری که اینقدر کوچولو بوده. شما هم حدستون رو بزنین، شما هم بگین به نظرتون چه اتفاقی واسه فیبی افتاده بود. شما فکر میکنید که دقیقاً چجوری شده که اونا تصمیم گرفتن بکشنش؟ به هر حال مطمئنیم که جیمز و تینا این کارو باهاش کردن و من امیدوارم که توی دادگاه استرالیا یه بار دیگه ناامید نشیم. من هر بار که پرونده استرالیایی میخونم و گوش میدم واقعا تهش هرس میخورم، چون که یا چند سال حبس میدن تموم میشه میره، یا اینکه اصلا محاکمه نمیکنن، سریع طرفو ولش میکنن میره، خیلی راحت با موضوع برخورد میکنن. قتل واسهشون اونقدر جدی نیست انگار. امیدوارم این موضوع تو استرالیا تغییر کرده باشه. اینجوری که پرونده رو پیگیری کردن میشد فهمید که مسئولیت بیشتری به عهده گرفتن. فقط امیدوارم که نتیجه بده. دوستتون دارم، مرسی تا اینجا با من بودین. تک تکتون رو میبوسم، خیلی خیلی ممنون که با همین. اگه تا اینجای ویدیو با همین، بی زحمت دکمه لایک رو بزنین. اگرم که دوست داشتی سابسکرایب کنین دیگه. مرسی، خدافظ.